اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، دوستان گرامی قدر، دیروز یک خبری ناگوار، یک خبری قامت شکن، یک خبری خیلی ناراحت کننده برای ما رسید که اکه داملا عبدالرحیم به رحمت خدا رفتند. انا لله و انا الیه راجعون. ما همه بندگان خدا هستیم. در این دنیا یک مدت مهلت و وقت داریم و آخر همه از این دنیا به سوی پروردگار بازگشت داریم. چشد هر نفس آخر شربتی مرگ، زهر نخل بریزد عاقبت برگ. در اصل هر انسانی که در این دنیا حیات دارد، زنده است، علاج ندارد، آخر شربت مرگ را می چشد. ولی برادران عزیز و بزرگوار من، مرگ بعضی شخصیت ها بسیار مصیبت و داغ سختی هست. مرگ بعضی شخصیت ها قامت و میان یک جمعیت را می شکند. اکه داملا عبدالرحیم شخصیتی بودند که یکی از عالم های ربانی، یکی از خادم های حقانی، یکی از شخصیت هایی که مثل شمع بر این می سوختند اما برای جامعه روشنی می بخشیدند. داملاها اهل علم ها زیاد هستند، اما هر داملا، هر اهل علم داملا عبدالرحیم شده نمی توانند. چون که اکه داملا عبدالرحیم چی بنیاد مسجد کردند، مسجد زیبای، مسجد عالی برای قوم و جامعه و ملت خود بنیاد کردند. چی بنیاد بیمارخانه های کردند، چی بنیاد مکتب و راه های کردند. همیشه برای قوم و برای ملت خود غمخوار و دلسوز و دعاگو بودند. امروز ما بزرگترین شخصیت را از دست دادیم. امروز ما پدری را از دست دادیم که نه هر پدر مثل این پدر برای فرزند می سوخت. و قول خود داملا سالهای زیاد گدایی می کردن، شهر به شهر قوم را نصیحت می کردن، التماس می کردن، زاره می کردن، برای آبادی و ترقیات و پیشرفت جامعه خود خدمت ها می کردن. برادران بزرگوار من، امروز مصیبت سخت، داغ سخت به بالای عالم اسلام، تمام اهل علم ها و بزرگ ها و خصوصا ملت شریف عزیز ما و به بالای مردم پنغاز و خصوصا اهل بیت اکه داملا مصیبت سخت آمده است. در این مصیبت همدردی خود را برای اهل بیت اکه داملا، برای فرزنداش، برای قوم و یعنی برای تمام ملت مسلمان همدردی خود را بیان میکنم. از پروردگار عاجزانه مسئله دارم. بار اله پروردگارا، در این مصیبت قامت شکن، در این مصیبت جانسوز برای ما صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. برادران بزرگوار من، داملا عبدالرحیم شخصیتی بودند که حیات عمر خود را در غریبی ها، در هجرت، در مسافرت برای خدمت قوم و ملت می گذراندند. اما متاسفانه در آخرم آمدن در این غریبی، در این شهرهای روسیه که در شهر ایژیوسک هستند، حضرت به سبب این وبا، اون دعوت الهی که ارجعی الی ربک راضیة مرضیه، حضرت لبیک گویان به سوی پروردگار بازگشت کردند. یعنی که داملا انشاءالله رب العالمین که شهادت نوشیدن، مرگ شهادت را از خود کردند، که داملا شهید شدند. برادران بزرگوار من،
رفتن چنین شخصیت ها خیلی داغ و مصیبتی سختی هست. رفتن این نامداران دیگر است، رفتن جمع هزاران دیگر است. در اصل رفتن چنین شخصیت ها خیلی مصیبت و داغ سختی هست. امروز خداوند یک ستاره درخشان عالم اسلام را از ما گرفت. امروز پروردگار یک پارچه علم را از جامعه ما برداشته کرد. امروز خداوند یک شخصیت حقانی و ربانی و خدمتگاری را از جامعه ما دور کرد. برادران بزرگوار من، اکی دامولا نه تنها در جامعه خدمت کرد، بلکه برای ما قوم و ملت، برای ما شاگردان و پیروان درس بزرگی داد که هر انسان باید مثل دامولا عبدالرحیم نه تنها برای خود زندگی کند، باید خدمتگار در خلق خدا و در جامعه باشد. حیات حضرت بسیار درس بزرگی هست که برای ما هر انسان می تواند از حیات چنین شیرمردان راه خدا درس گیرد. هر شخصیت می تواند که مثل دامولا عبدالرحیم بر این همچون شمع بسوزد، جسم و بدن خود را بسوزاند و برای جامعه نور ببخشد، روشنی ببخشد. خوشا آنان که در این عرصه خاک چو خورشید درخشیدند و رفتند، نگردیدند هرگز گرد باطل، حقیقت را پرستیدند و رفتند. خوشا به حال چنین شخصیت هایی که همچون نور بر این درخشیدند، همچون نور بر این نور بخشیدند و از جامعه برفتند. برادران بزرگوار من، هر کدام من و شما روز از این دنیا به سوی پروردگار می رویم، اما چی نوع می رویم، چی طور می رویم، به کدام دیده و رو می رویم. به همین خاطر همه وقت همیشه در فکر و در یاد مرگ باشیم. همیشه این چنین شخصیت های حقیقی، این درهای قیمت بها را قدرهاشون بدانیم، چون که اینها غنیمت هستند، آخر می روند. هرگز دیگر یعنی دامولا عبدالرحیم باز نمی گردد. از اون شخصیت ما دیگر استفاده برده نمی توانیم. دیگر اون برای ما پند و نصیحت نمی کند، یعنی که به کلی از ما جدا شده به سوی پروردگارش رفت. این شخصیت ها را در حیات غنیمت دانیم، از اینها استفاده ببریم، خدمت اینها را کنیم، دعای اینها را بگیریم، چون که اینها آخر از ما می روند و از حیات اینها درس بگیریم. برادران بزرگوار من، ببینید حضرت دامولا چی آثار خوبی از خود باقی ماندن. مسجد بنیاد کردن، مکتب راز کردن، بیمارخانه بنیاد کردن، راه تشکیل کردن، راه درست کردن و همیشه در قوم و ملت خود خدمت کردن. پروردگارا بار الله سفر آخرت این عالم ربانی را به خیر بگردان. پروردگارا بار الله به سبب رفتن این شخصیت بزرگوار ما را از رحمت خود، از چنین نورهای درخشان محروم و بی نصیب نگردان. پروردگارا باز چنین شخصیت همچون دامولا عبدالرحیم خدمتگار و یعنی دلسوز و دعاگو و نور بخشنده برای عالم اسلام نصیب بفرما. پروردگارا بار الله به سبب رفتن چنین شخصیت ها ما را از برکت و یعنی از دعای نیک اونها محروم و بی نصیب نگردان. پروردگارا برای ما توفیق بده که از چنین شخصیت های حقانی، از چنین شخصیت های ربانی استفاده ببریم. ای مرگ هزار خانه ویران کردی، ای مرگ هزار خانه ویران کردی، در ملک وجود غارتی جان کردی، هر گوهر قیمتی که آمد به جهان بردی و به زیر خاک پنهان کردی. نبندد دل به دنیا هر کی مرد است، که دنیا جملگی اندوه و درد است. به گورستان گذر کن تا ببینی که دنیا با عزیزان چی کرده است. برادران بزرگوار من، هر کدام من و شما روز از این دنیا مثل حضرت دامولا برین به سوی آخرت بازگشت داریم. همیشه آماده و تیار برای مرگ باشیم.
همیشه در فکر مرگ باشیم، همیشه در فکر آبادی آخرت باشیم. پروردگارا بار الها سفر آخرتی این داملای بزرگوار ما را به خیر بگردان. پروردگارا درجه شهادت را براش نصیب بفرما. پروردگارا بار الها این رنج و مشقتی که در راه دعوت و در راه خدمت دین کردن، اینها را سبب کفارت گناه ها و سبب رفع درجات براش بگردان. پروردگارا بار الها در این مصیبت جانسوز، در این مصیبت سنگین و وزوین برای اهل بیت حضرت و برای تمام ملت عزیز ما صبر جمیل و ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگارا بار الها عالم های ربانی ما را عمری دراز پر برکت نصیب بفرما. پروردگارا بار الها این بزرگوارها را از ما دور نگردان، از فیض و برکت اینها محروم و بی نصیب ما را نگردان. برخیز که راهی وطنم دیده براهت، منفرش نمایی و کنیم ما همه راحت. برخیز که وقت است تو را موسمی کار است، بینگر که همه کار زیاده به مزار است. برخیز که تو را جای نباشد به غریبی، پزمان تو هستند همه چون تو حبیبی. برخیز که زیبنده به ملکی دیگر هستی، مأوای تو آنجاست که آنجا تو برستی. در نور ایمان خلق تو را دست دعاست، برخیز که خیربادی تو با همه آنجاست. برخیز که به جسم تو خاکی تو غریب است، برخیز که خاکی تو به آن ده نصیب است. برخیز که ما را ز تو ناگفته زیادند، برخیز ز ناخوش خبر جمله بدادند. برخیز تو را خاک وطن هم به نگاه است، برخیز که سلخانه تو را نیمه براه است. برخیز که بی تو به وطن جای تو خالی است، نارفتنمان به جای که تویم نیست. برخیز و مکن شوخی به این سینه دلخون، برخیز چرا خو کنی با رفتن دکنون. برخیز تو را دخمه بورک نگران است، برخیز که خلقی تو به احوالی گران است. برخیز که وقت است تو را ساعت آن نیست، برخیز که مقصود علی را طاقت آن نیست.